واقعا تاریخ اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان تاریخ نوین تاجیکان است و در این اجلاسی ما شخصیت بزرگی را دریافت کردیم که برای راهبری کشورمان و برای از خود یک کریزی سخت‌ترین برآوردن جمهوری تاجیکستان با مردم تاجیکستان با ملت تاجیکستان خدمت‌های شایانی نمود. این البته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان میباشد. بزرگترین بازیافتی وکیلان مقدومی در این زمان خیلی جناب عالی بود. یعنی که بهترین انتخاب، بهترین بازیافتی بود که کشور ما را از ورطه نابودی رها کرده توانست. برای همین این اجلاسی در سقف تاریخ، در تاریخ تاجیکستان با حرف‌های زرین نوشته می شود. در اجلاسیه حکومت تأسیس یافت که تحت سروری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در یک مدت کوتاه توانست آتش جنگ تحمیلی داخلی را خاموش نموده ساختار فلج گردیده حاکمیت خصوصاً مقامات حفظ حقوق را برقرار ساخته ارتش ملی و نیروهای پاسبان سرحد را تأسیس دهد اکثریت گریزه ها و مهاجران اجباری را به وطن برگرداند و اصلاحات کنستیتوسیونی را در مملکت عملی سازد. بشبه میتوان گفت که همه آن دستاوردهایی که در زمان صاحب استقلالی ما به دست آوردیم سرچشمه محض از همین اجلاسیه میگیرند و محض در همین اجلاسیه تقدیرساز زمینه گذاری شدند. تقدیرساز عنوان کردن این اجلاسیه هم حکمتی فلسفی دارد، هم منطقی دارد، هم سیاسی دارد و خیلی گوناگون جبهه و سرپهلو هم هست. زیرا در اون یک دوره حساسی که گویم بعد از به دست آوردن استقلالیت دولتی ما با گرداب جنگ شهروندی پیچیده بود، خب زیر فشار بدخواهان ملت قرار داشت و گویم که حالا تقدیر آینده دولت و ملت هیچ روشن نبود. پایه‌گذاری کردن به ساخت دولتداری، پایه‌گذاری کردن به دولتداری ملی، گویم که طرحریزی کردن ساختار دولتداری و یک نوع استراتژی من بعد رشد دولت کاری خیلی دشوار بود، کاری آسان نبود و اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان امکان داد که برای همه این سمت‌ها، یعنی هم معین کردن ساختار دولتداری، هم معین کردن رمزهای دولتداری، خب و از همون مهمش خب زمینه گذاری کردن با انجام دادن جنگ شهروندی مس در این اجلاسیه به وقوع آمد، آغاز شد. این فعالیت ثمره بخش پس از انتخاب محترم امام علی رحمان با صفت رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان شروع گردید. در سخنرانی اولین خود پیشوای ملت محترم امام علی رحمان چنین گفته بودند: من طرفدار دولت دموکراتی و حقوق بنیاد می باشم. به محابا استقلالیت را استقلالیت و ملت تاجیک را ملت اجلاسیه 16 شورای عالی و پیشوای ملت محترم امام علی رحمان کردند. با سر قدرت آمدن فرزند فرزانه ملت پیشوای محترم ملت تاجیکستان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از همون وعده و از همون پیشنهادهای نخستین از صدق صاف دلانه پای آباد کردن این ملت کمر همت بستند. همگان شاهد هستیم که این اقدام ها و این نیت های روز نخست الکی عملی گردیدن و گشته ایستادن
امروز هم همچنان که پیوسته تاکید می نمایند در هر یک صحبت ها و گزارش هایشان پیشوای ملت، ما تا قطره آخران نفس، تا لحظه آخران حیات پیوسته در خدمت این وطن، این ملت هستیم و هر کسی که در این روند، در این جاده میخواهد نامآور باشد، باید دنبالگیری از این سیاست داشته باشد. یعنی که پای آبادی وطن باشد، پای آبادی سرزمین باشد، پای دستگیری این ملت باشد که نگذارد تا گزند به این ملت رسیده باشد و باز هم در عرصه بین المللی و جهانی خوشبخت و سرفراز باشد این ملت ما. آموزش اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان برای تمام شهروندان تاجیکستان عموما در علم‌های تاریخ و علم‌های جامعه شناسی باید که در مدح اول گذاشته شود، زیرا که اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان این خودشناسی، این خودآگاهی و افتخار ملی تاجیکان است که پیش راهی جنگ شهروندی گرفته شد. همه این دستاوردهایی که ما در زمان صاحب استقلالی به دست آوردیم، بچون و چرا آنها را ما باید وابسته و پیوسته به اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و اساسگرای صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان باید دانیم. اینا وابسته و پیوسته هستند، زیرا که در تربیه نسل نورس، در خود رشد و انکشاف جامعه ما، همین دستاوردهای زمان صاحب استقلالی خب یک زمینه مهمی برای پیشرفت جامعه میشد. یعنی که این چیزهایی هستند که برای پیشرفت جامعه ما نمونه عبرت هستند. برای همین من فکر میکنم که نقش پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان و نقش اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان بر رشد و انکشاف آینده کشور ما مهمیت خاصه دارد.